هموطنای عزیز، درود خداوند به خانواده یک و یک شما بود. امیدوارم همه کسا خوب، صحت، سلامت و میگم که سربلند هم هستیم. دوستای عزیزم، امروزه کمتر صحبت ما زیر کوسه نیم کوسه گفتیم تا که بعضی چیزها را بگیم که روشن کنیم. و برای چی یعنی با این روشن کنیم گفتم و زیر کوسه نیم کوسه گفتم من داخل شدم. سبب داره، سبب که از کامنت های دین صحبت کردگیم بسیار مردم فکر نظر و اندیشه های خود نوشتگی است. از آن جمله یک برادر نوشتگی هست، مثال گیریم چی ضرر داره ما مسلمان و نام دولت ما اسلامی کنیم. هیچی ضرر نداره، هیچی ضرر نداره. اگر که گرچند ما مسلمان شده، انسانی که در مسلمانی خودش اتستایوت کردن نمیتونه، ایستاده مستحکم در عمل بوی جو دکازت کردن نمیتونه کی هست، او اوژه بگیم که اوژه مسلمانی را فروختگی است. اوژه ما ایره کنکریت نمیگم. در جامعه جهان برات سنه میکنه که ما مسلمانیم و دولت ما مسلمانی میشوه و از آن جمله معیار و قانون های انسانی را از نگاه مسلمانی بگیم با چی میکنیم، یعنی نگاه میداریم. وقتی که میگریزه از این کلمه اوژه و خودش مسلمانیش فروختگی است دیگه و ایو دیگه هیچ باور نیست، امید نیست. ببینین زیر کوسه گویم که نیم کوسه همه چیز اگر همون معیار خودش باشه هیچی ضرر نداره. اگر آدم خیلی بگیریم شکر، شیرینی، خودم پیاله در یک قاشق اندازین، مثال گیریم پیاله کلانتر باشه، میده‌تر باشه، یک قاشق هم شیرین چای خورده میشوه. یکی همون اگر 4-5 قاشق در بافکه که بکو هم رو خورده نمیشوه، برای که شیرینی بد میشوه میروه اوجه قرتق تمیزنه، اوجه نمیتونی بخری. یعنی گویم همین چیزی هست که باید واقعا هم اصلی خودش باشه، یعنی همون اصلی چیزی هست همون باشه، اصلیش کم زیاد دبافکه نکنی، همون نرمه خودش باشه. چه خیلی که در همین پیاله یک قاشق یا 2 قاشق نرمه هست، همون نرمه شب بدوزی، از اون زیاد بدوزی دیگه یعنی همون گودکات خورده نمیتونه. سر قطعیت بخیزین پاپروید کنین، گودکات اونده 3 قاشق 4 قاشق شکر بدوزین، پیاله چای در پیشمون میتونه خورده نمیتونه. برای همون مردم ما بگیم که همو از نرمه گذشتن رفتن. ما مردم افغانستان یا عموما همو مردمی که همو اسلام اصلی ماند رفت در دیگر جا، اسلام اصلی از ما دور شد. ما بگیم که فانتاستیچسکی اسلام شدیم رفتیم، فانتاستیچسکی میدونین، بافتن، ساختن، دروغ گفتن، مشینکی کردن، خلاص ما فانتاستیچسکی اسلام کردیم در وطن ما. برای همه انسان ها سر کردن، گریختن سر کردن. برای انسان ها ببینین امروز دموکراتیا معقول است. دموکراتیا میگوی خیال میکنن که آدم ها در دموکراتیا مثال یک همین دولت دموکراتی شد و پولدار میشه و بای میشه. این اشتباه است، اشتباه است که دولت دموکراتی بای میشه. این واقعا اشتباه است. اگر جوانایی که دانش داشته باشن، ذکاوت داشته باشن و بگیم که تلاش همین کردن باشن، یعنی که او لبوی ورمیا بگیم که نام دولتش لبوی چی باشه که او دولت بای میشه. گپ در سر ملت است بای شدن دولت، در سر نام فامیل ایمی اوچستوا نیست. گپ در سر ملت میروه و متاسفانه ملت ما، مردم ما، خلق ما در اروپا در دولت دموکراتی اومده گن، حالی هم هیچ چیزی نیستن. ما را آشکار میگم، خفه نشوند. وقتی حقیقت که در امام علی میخواهین بگین که امام علی خفه نشوه، وقتی که حقیقت هم در شما گفتن شما هم خفه نشید یگان تا از اون جمله ما
ما هیچ چیزی نیستیم در اروپا. ما ریال نمیگم میرم. ما هیچ چیزی نیستیم. اینای جمع را هیچ که پوچمون نمیکشه، هیچ کچی نمیکنه. ما همه وقت بهونه مونا داریم و این طرف دباد میگذاریم گپ میزنیم و هر چیزی که از میارش زیاد شید او پشتی او چیزی میسته، یعنی در پشتی او چیزی میسته. شما که مردم که نقل دوست میدارین که ببینین یک زن در خونه گریه کرده میسته، نقلتون کنم که نقل دوست میدارین. یک زن در خونه گریه کرده شتگی است، شوهر میدرویه میبینه که زن گریه داره، میگه زنک جون تینجی است چی گپ شید؟ میگه یگون خوبی است در میکنه یگون جود گریه داری. میگه نه. میگه چرا وقتی گریه میکنی؟ میگه همین درک شدم، همین آوی کاسه را میخواستم پرتم رمال نداشتم، پرنده بالای درخت برمال بدگی ما دید در پیش خدا ما چی جواب میتونم گفته گریه دارم. میگه از ترس خدا را این مردک حیران میشه و میگه واه بچه اینقدر زنی ما با تقوا به دسته این دیگر یگان گرم سخن نیست. من اگر که سنی زنم خیالم اگر که بیرن برای یگان چی شوه من اونجا حال روز دوزخی میشم. اینقدر با تقوا است برای دیدن پرنده گریه داره. از مدت سال میگذره، وقت میگذره که این که تاجر است میره و سودا کنه دیگر شهرها، یک روز کدام حالت بر میگرده دیگه خبر داده نمیتونه به زنش، میگه که زنش قطعی دیگه مرده خوبه در خونه، همون قدر با تقوا. بعد میبروه میره و کستوم شما میگیره و میبروه میره و دیگه توکلش به خدا میره و شهر به شهر میره در یک شهر میره و کنج یک شهر در یک جدا یک کلبچه میسوزه، زندگی ای پای زندگی خودش شیده گشتن میگیره. یک روز در شهر آوازه میشوه که در خانه شاه، یعنی چیز قیمت ترین چیزی همون شاه کدومی دزد دیده است. دزد شاه همه را بگفتیم خطور موندگی همون پول نیروز ایز نصیحت کرده است و پیدا باید شوه. او یکون چیز تورکی شاه بوده است. بعدی جوان میویه میبینه که یک آدمی لنگیده ایستادگی بگیم که با نوک پاش راه میگرده میلنگه، آدمی کلانسال رفته ایستاده است. بعدم تنیگاه میکنه، بعد میگه که همین مسافر کی است؟ میگه مسافر یک فقیر، یک بیچاره، یک انسانی که در زندگیش معیوب هست، نمی فقط نمی گرده. میگه شاه اوگه اجازه تن، میگه ما دزد بگم، میگه دزدی نمی است. شاه میگه اگر که اتویچت کردن نتونستی کلت همه گیرم. ایره میگه همه شهر میدونه، میگه چندین سالیسه یک فقیر است، یک معیوب است. تو کدام حد رسید که میگه تو یک کمبغل دزد بگوی، یک اینوالید دزد بگوی، نو که پوچش قطعی لنگیده میگشتگی را دزد بگوی. تو را چخیل حد رسید ایره قریب خیچه کلشه بگیرد. بعد میگه شاه هم میگه اگر همی دزد نباشه میگه ما روزیم کلم هم بگیریم. فرمان میته میگه دوای میگه کو یک جستجو کنی. میورانش در دپروس میکوانش گفتی همون گپا میوان ای همو دزده. شاه سوال میته که میگه بچه تو دیدی ایره یا که چخیل فهمیدی که همین انسان دزد بود؟ میگه هر چیزی که از حد زیاد شد پشتی و میسته، یعنی بدون پشتی و چیزی میسته. برای همه ما همین از حد گذراندیم، رفتیم دروغ و نقل بگیم که چیزهایی که داریم. ما مسجد را با گریه خانه جای عبادت نه، مردم از راه برآوردن گرفتیم، از زندگی موندن مردم. خونه میروه میگه که مردک خونه دا بگیم که گوشت نیست، روغن نیست، چیز نیست. چی میگه مردک؟ رزق دهنده الله هست. با الله تکیه میکنیم، الله میاره صابون مونم میته، الله گوشت هم میاره میته،
الله روغن هم میارمتا، الله کارچوکا پیاز هم میارمتا. نکی اینو از یاد میبرونن که الله میگه که این دنیا را داد ترا آفرید و بک بیا بخور. همه را موجود دودگی هم زمین ده هست، روغن هم هست، کارتوشکا هم هست، پیاز هم هست، سبزی هم هست، مکرون هم هست. چی کاری خواهی خودت بکر. ما دادم همشه. دیگر ما ایرا با ورده در خونه تعالیده سیتکه خطی نمیته. یعنی که ایرا فراموش میکنن. مردم از همین طرف از راه برآوردن، از راه بسیار برآوردن. میگه زنک میگه ما کسالم، مردک دو دوی میگه میگه شفا را خدا میته. یعنی که اوجه اتوماتیکی پسیخیکی هم خشیده است. میگه شفا را خدا میته. ولی شفا را خدا میته. یکی خدا عقل داد، خدا آدمای را عقل داد که چی با اختراع کنه. امروز اینم همو فضیلت الله قطعی اختراع شد این چیزا. مثال اپراسیون کردن، دلتبابت کردن، دور درمان ساختن، اینم همو فضیلت الله بود که در کلای هر یک انسان داخت میره همین چیز اختراع شود و ایرا ایو نمیدونن. میگه الله سوز میشه زنک دو دویش برآمدگی کسل میونم سرم نمیدونم پام خسته نمیتونم. میگه که الله شفاش میده. درکات نماز بخوام خیز میگه خیز میگه تر نکن. یعنی ما مردم همین طرف توپاییزم کشیدیم بردیم، در جایی که اسلام باید برای مردم علم بده، اسلام برای مردم بگیم که ملکه بده، اسلام برای مردم پیشروی بده، اسلام برای مردم رشد بده. ما اسلام خفا کش درفتیم. خفا برای چی؟ برای که این حد زیاد شدن این چیزا وگد نه فایده یک چند ملا بگیم که یک چند افریس بود. پرابلم های خلق ما سری بود که یک انسانی که از نام خدا و الله گپ میزنه نمیدونم اعوذ بالله میگه یا بار او را گپ زدن ممکن نیست، او را تحقیق کردن ممکن نیست، او را تنقید کردن ممکن نیست، او را تک شکفتن ممکن نیست. اگر که تسلوچای نکفتی تو کافر میشه. اینای پرابلم سر ملت اومدگی بود. اینای پرابلم اومدگی سر ملت ما که یعنی که هر یک انسان هم الله گفت، هر یک انسان هم گریه کرد از خدا ترسیدم گفته. یعنی اون معنای او را نداره که او حقیقی باشه. شاید پشتی او دیگر چیز پنهان است. شاید او دا پروست زندگیش وگد نه هست. سه چهار تا زن گرفتگی کیف کرده خور رفته است. او دیخ کرده است شوتی خلق خورده است، خلق آورده است، خلق درک کردن شاید او دا هم بگیم که وگد نه هست. یعنی که خلق اگر دانا باشه نمیته هر یک دنگ دیوانه دا برآورده زندگی او را کار میکنه و بیش پیچه کنه. یعنی اینجا بسیار چیزها هست، بسیار چیزها هست. اما ما اسلام دیگه خیلی میشناسیم، مسلمانی را دیگر خیلی میشناسیم. ما میگیم نه باید دولت ما باشه، باید دولت ما نامش ای باشه یا دولت ما نامش دیگر باشه یا دولت ما نام دیگر باشه. نام حسن، حسینی، علی، ولی، غنی، نمیدونم اکمل دیگری فرق نداره. نام مهم. نام ما اگر مثال گیریم ما میگم که دیترین چیزی رفیق دارم نامش محمد است، نام پیغمبر است، الکش است. یعنی که نام او را از پسند کرده نتونستگی نیست که بگه که بیس ایرا نامش محمد است. او نگفت که بیس نامی ما نامی بگیم که پیغمبر موندگی است محمد. ما نباید این کارا بکنم. ما احترام به نام و به نمیدونم عقل از خدا است. خدا که او را عقل نداده باشه دیگر نام او را چیزی بمانی فایده نداره، فایده نداره. مثال میزنه اما روزی دروز در کیفوشکا، دیسکتیکا، اودیخ، نشه، عرق، ودکا، پیوا یگان چی کس نمیکنه. نامش محمد است. یگان چی تغییر دادگی نیست. نام ما اکمل است. یگان قوه هم نداره، قدرت هم نداره، یگان معنی هم نداره. اگر روزی خیلی بگیریم نگاه کنیم پروستا خیلی همتری به دست پریدومت کردین موندین خلاص. نیکی گفت در سر انسان و انسانیت بدن است، فهمیدن و درک کردن است. برای همو دوستای عزیزم مشکلی اصلی در خلق است. مشکلی اصلی که چی امام علی دم امروز وقت نه هست مردم به سواد کنه، توپای کنه، مردم اپراولیت کنه و خودی همی هم در دامله ها هم بگیم که بنام دامله ها وقت نه هست که مردم توپای کنن، درک کنن و غیره کنن. چی با بگیم در مسجدای ما
بحث خیمیا نمیشود چی با در مسجدهای ما بحث دیگر درس ها نمیشود دیگر چیز ها نمیشود فقط همی بگی بچه نگفتی هم گفت ما زنم قطعی تاریخ خواه کنم بابی داملو میشود انا بابی داملو زنم حامله‌دار باشه اگر خواه کنم میشود بابی داملو زنم حامله‌دار باشه تو چند ماهگیشه خواه کنم میشود انا بابی داملو یک زنک نوشته است که انا ما در بالای حیزم نماز بخونم میشود 1400 سال شد که همین را نفهمیده باشین شما که قرآن چه گفتگی است شما جای گفتی هم گفت ای مسلمانی دوره شما جای مسلمانی دوره این چیزا باید داملو نگه این چیزا باید اویله پدر مادر برای تو بفهمونه اکا دادر پدر مادر مثل مادر با دختر پدر اکا با بگیم که با دادر با فرزندوشون با بچه باید بفهمونه وتک بود پالوژن است وتک نی پالوژن خلاص مادر با دختر میگه که بچه می نخیل حالت ها میشه اون چیزی که دیدگی است ایرا شرط نیست حاجی میرزا برای شما بگه من نمیدونم حاجی میرزا گینیکولوگ کار کرده چی کار کرده دیگریش این چیز عیب است باید همین سوال حاجی میرزا در حالتی داد حاجی میرزا بگرده بگه بچه میبخشه این چرس چور شده است برای دکتر هست گینیکولوگ هست یعنی که شرط نیست ایرا حاجی ما شما باور کنین امو دین با حیث و با چه وردیم برابر کردیم موندینش یعنی عیب شما بود برای که شما دا وگد نبود که مردم تو پای شوه و اینم خیلی سوالا را داده بگرده شما همین اینم قشل اغلاق کده بگردید خلاص پول کار کنین مردم میگن که انا حاجی اومده بخی در پیشش پرتو حاجی ما حاجی را این سوال میتم و خودتون همین سوالا را برای مردم راسترانیت کردین که تو که مردم برای شما بده اگر که شما در دهنی مردم میزدی میگفتین که سوال اینجا جایش نیست در مسجد در منبر شیشتگی در دستش کاغذ یک خواهر نوشته است من حیض دیدم یا بانورود میگفتم دلبایو بای چی گفته است در مسجد بو پایون در مردک الله اکبر و نام الله و نام چیزا را و مسخره بازی آوردن تبدیل دادن ایرا من نکردم ایرا خودی با نام خادم های دین آوردن کردن این کارا مونه در حالتی که اگر که همین چیز سرحد می داشت همین چیز گرانیتسا می داشت همین چیز برای مردم فهمانده میشید که دین جایی تری نیست یعنی این چیز هستن مادرهای مسلمان ای مادر باید جوابی میشید حاجیده همون زنی که همین سوال نوشتگی است او را نمیخون خلاص من میدونم که او را زن نوشتگی نبود من میدونم که او را مثال چی نمیکرد او را کگبه میکردی کارا ایرا امنیت تشکیل میکرد همین خطا را روی میکرد تا که بگیم که حاجی میرزا و جواب بده یعنی ایرا دیگر در پیشش گریه کردن و الله اکبر گفتن زمینو دا زدن خچونه ماچتو دا کلاقتی زدن ستمورا این حاجی میرزا تصور کرد که دیگر من زویزده عالم شدگی هستم دیگر لبوی خطش بیتی خوندن میگرفت رنگ امام علی رحمان продолжение другой стороны گفت следующем листе گفت یعنی تو هم جاش خوند رفت بگیم که ایم دیگر تو همون جا رفت میخوند میرفت دیگه هم چیزی بیتی میخوند در حالتی که جاش در جوابش همی است که انسان هایی که این خیلی سوال ها را می نویسین از عائله مسلمان شما بدنی آمدگی هستین پدرای شما و مادرای شما مسلم هست پدراتون مسلم هست یعنی که مسلمان هست اگر که یک بار کوتاه کرده همین خیلی سوال ها ده پدرهای عزیز و فرزنداتون آموزین شما میدونین ایرا هر یک کس میدونه هر یک کس دنگ دیوانه میدونه ایرا شرط نیست برای بگیم که حافظ قرآن شوی لبوی دنگ دیوانه میدونه که زن احترام و بگیم که ولای همون مشکلی های زنانگیش بگیم که باید خودداری کنی و دیگر چیزها کنی این چیزها میشه میگفتن اویلا میفهمونن این از حاجی میرزا نیست کی فهمونده ایستاده سمورا کی فهمونده ایستاده این از ممکن نیست کو کجا شدین آدمایی که روزی درست از حیث سوال میدادین آخر داوردن یک سوال بیمانی هم داده بودن در برای خواب و خیز و همون دم حاجی میرزا از نگاه اسلام گفته جواب داده
ما دیوانه میشیدم با خدای خیلی چیزا را شنویده سرم وایران میشید میگفتیم که ای آوردن اسلام پلیس اکس کامینات کردن پرداختن ده این دیوانه یا چیان شیوران همه اینجا عقل داره نداره گفتگی سوالا را در خدمت میدادم یکی گفتن ده دوخ یا که هرگ نمیکردم برای چی برای که مردم ما یعنی تو همون درجه حال فهمیشون نبود که وقتی که یک انسان از کمبودی گپ زنه خیزه بگه که بیست واقعا هم همه انسان شاید راست میگه این کمبودی هست اصلاح کردن در کار هست شاید یعنی که سرازترا کافر میگفتن سرازترا باید سانسور کنن یعنی همین خیلی بود برای همین هم تا امروز فانتاستیکه ها در اسلام زیاد شد رفت فانتاستیکه زیاد شد در مسلمانی نه مثال گیریم فانتاستیکی حاجی ها برآمد فانتاستیکی مله ها برآمدن دیگه همین بافتن گرفتن نمیدونم کیم کدوم قصه ها رو آورده بافته ساخته بافته ساخته شپیده رفتن گرفتن اگر که همین را اسلام اجازت میداد و از همون زمانش که مردم اجازت میدادن که اگر که شما شک کردین شبهه کردین یا که کمبودی را دیدین حتما از این چیز حرف بزنین نباید شما خاموش باشین گفتگی بگیم که سوال ها و مثال ها چی میکردن اجازت ها میشید امروز شاید که اسلام خیلی فانتاستیک چیز کشیده نمیرفت یعنی که هر یک چیز باید تنقید باشه در اون چیز کمبودی گفته شوه یعنی شک شبهه گفته شوه در حالتی که اگر این چیز گفته نمیشوه اوج فانتاستیکو یعنی این همه امام علی رحمان ها دیدترین چیز اگر همه امام علی رحمان از اول اجازت میداد که تنقید شوه از اول اجازت میداد کمبودیش گفته شوه یعنی که این چیزها میشید حالی تا امروز امام علی شاید یعنی بسیار اشتباههای خودش اصلاح میکرد این خیلی بسیار سختی بود در خیلی چی داخل شده نمیره از آن جمله مسلمانی هم دین هم همی است آن چیزی که ما و تو میشنویم حاضر باور کنین واپشه من باوری دارم یگان تای همین فانتازی هایی که نقل هایی که میکنن همه را اکثرش در دین یگان رب نداره یگان این نه دین است نه یگان چیزی بگیم دیگه نیست نیکی چیکار میکنن میزنن فانتازیا را جرنگاز کرده پکک گذشته است از رنگ همو یک صنعتکاری که توی میروه میبینه که همه مست شید بعد همون چیزی که در دهن شما خوندن میگیره بعد موزیک همینش به هم موزیک باشه موزیکی که خلق رقص کرده بتونه دیگه که او طرفش دیگه شعرش مهم نیست برای ما پیونه هیچ کنه میفهمه چی گپ است همین مردم هم خیل کردن آوردن تو همون درجه را تغری کردن که همین لیش میگفت هم گپا نام اسلام یا اعوذ بالله بسم اللهش باشه همون خش باشه که دیگرش مهم نیست ما چی نقل کرده ایستادم سم گلاونی مردم باور کنه همین خیل کردن آوردن میگفتن ما ایزی دی من دین یگان کلمه یگان گم نگفته ایستادم یعنی گفتنی من این است که دین بازها را باید ما پیش راش بگیریم تنقید قبول کنن گفتن خطاگی را قبول کنن باید کسی چیزی گفت شک کرد شبهه کرد مثال گیریم عادی ترین یک سوالش میتی ترا پریکول میکنه رنگ پوتین بریم پریکولت میکنن مثال یک روز من هم برادرودم سوال دادم گفتم برادرای عزیز یعنی انسان بعد از مردن ما میگیم که روحی انسان روحش یعنی روحی انسان میروه پیش خدایی جسد دیگه هیچ کده در کار نیست که پرتوش در کار شوه بروه برش تای خاکش که تمام یعنی همه چیز هست هم خلاص ولی در اسلام هست همه چیز و جسد هیچی نیست سوال در میان میآید چی به در وقت گور کردن مسلمان غیر مسلمان قبرستانش جدا هست سبب چی است خب میدونیم که این جسد است او هم جسد است این هم جسد وقتی که روح جان که در او جرف تقسیم میشه یعنی که او شوسو میرود این شیسی میرود یکی همین تلا چی پریچوم است ایجاده میگه من خاک شیدگی است با خاک او هم از خاک شیدگی است تمام پریکولت میکنن برای چی برای که نیست فقط جواب بتن آیا از ازل همین خیل بود تقسیم بود یا که بعدن را تقسیم کردن یعنی همین چیز تاریخ شه یا که بگیم همین چیز هیستوریا شه واقعیت حل مسئله شه نمیدونن
جواب دادن نمیتونن و طرف پریکول میکنن. یا که سوال میتی مثال گیریم میبینی از دیگر جو از دیگر قصه و استوریا های دنیا میبینی میای که مثال گیریم روزا میگوی که در فلان 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 وقتا سال بود ماه بود، یعنی که این پیش از اسلام بود برای جنگاورها انسان ها روزا میگرفتن، مردمی که جنگ نمیکردن یک وقت خراکشون نخورده با همون روان میکردن. از همون مینتالیته اومده مثال گیریم نیو اروپایی هم 3 روز هم خیلی روزا دارن. از یان پیش سختتر بود، بعد اومد روز دیگر هیچ که اهمیت نمیده، پروستا پرازنیک شدگی است. همون روز یک تخم میپزن یک کار میکنه یا پرازنیک میکننده. خلاص بگیم همین خیلی است، از همین پیدا شدگی است، یعنی آمادگی همین چیز تو که جو حقیقت داره بگوی پریکول میکنه میگه و حقیقت ای پیش خود دو طرف نیست. تمام. یعنی فکت دلیل، یعنی که یک آدم سامنه نکرد یا که یک آدم یک چیز دید از یک جای دیگر اومد مقایسه کرد سوال داد، جواب نیست جواب. فقط ما دامو گفتیم گپ خشتکی زنده جواب داریم، رومالی زنده جواب داریم و حیزی زنده جواب داریم. برای همون نباید این چیز شود. من میخوام که مسلمانی عبادت به خدا هست، یعنی که خدا را شناختن بگیم خدا را شناختن است و همه ما خدا را میشناسیم، یک طرف پرستش میکنیم، اما در قرآن حیات و زندگی است، یعنی در اونجا زندگی انسان است. یعنی خودیم این کلمه من نیست، خودی مردم مولاها میگن که خداوند در قرآن گفتگی است که یعنی مکمل است، دنیا را مکمل کرده است. حتی که آوی که با یک دیگر خوش نمیشه و او در قرآن هست، نو کشف کردن عالما و او چیز 1400 سال پیش ثبت شدگی است. یعنی اینقدر چیزها در ما ثبت شدگی است. چرا در مسجدای ما مسئله همین چیزا نمیروه صحبتو؟ چرا در خیمیا نمیروه؟ چرا در بیولوژیا نمیروه؟ چرا نمیدونم در دیگر چیز نمیروه؟ چرا در دیگر چیز نمیروه؟ چیزهایی که رشد باشه. چرا آزمونی بگیم سازندگی نمیگذره در مسجدو؟ برای چی؟ برای که همون صفکش یعنی داملو که صف میکشه مردم میکشه، او طرف نیو طرف ازار میکشه میروه، طرف خشتک زن میکشه میروه، طرف رمال زن میبره، طرف حیزی زن میبره. خلاص پرابلم همینجا حل میشوه. اگر که این انسان خودش عقل ذکاوت قرآن میداشت و مردم طرف علم تکنیک میبرد، این طرف میکشید، آزمون ها میگذراندن در بین مسجد ها، یعنی که تو بینای جماعتی نه مسجد قطعی جماعت فلان مسجد در باره نمیدونم ساختن تکنیکا امروز 30 سال میشود در تاجیکستان سویت امام علی میفروشه پول میکنه، حالی اما گرمی خونه را تامین کردن نمیتونیم، در کونی گو با میدیم که از خشتک و حیزی زنگ میزنیم که گو برینم و خونه مونه گرم کنیم. حسودی همسایه را میخریم که یعنی ما همسایه زورای 3 تا گو دوره ای سازی میشتون در عذاب نمیکشه. من میدونم و شنویدگی هستم. نیکونوا همه همسایه نکی ای سازی میشتون در زورای نکی 3 تا 4 تا گو دوره، کاش ما 4 گو میداشتیم زمستون در عذاب نمیکشتیم، تپک میکردم. اون پرابلم مردک موژیک در 30 سال که در حالت قرآن مکمل آمد تو مسلمانی، چرا نمیسازی گرمیت؟ چرا اختراع نکردی؟ و امروز میبینم از کارتوشکا تراکتور اختراع میکنی، نو تخته را تراکتور کرده گردشته کارتوشکا را میخ کرده میبروی، از کارتوشکا اسب میسازه، با امام علی میاد قطعی ما سلفی میکنه. چیزی زور بود. پرابلم را میدونین در کجاست اصلی را؟ اینجا همه عیب میاد در بلوی سر انمی جرست میشه و همه تنوی عزیز. یعنی من این مسئله ها را میگم، من میگم بیین از همه خشتک و حیثی زن ببرویم استرک، بیین همه ازور زن استرک ببرویم، ای رمالی زن، ای خشتک زن، ای حیثی زن ایس ببرویم. داملای عزیز رقابتی ساختن قرآن در خداوند گفتگی است. وقتی که ما عادی ترین چیز میبینیم هم خیلی دنیا رو اگر انت ببرو تاجیکستان ده ببرو بالا یک که ببرو دور نره انت منظره را نگاه که
ҳамира худованд офаридагӣ аст, сохтагӣ аст. бубин чӣ хел манзараи зебо сохтааст. ва бира дар хонат баъд куни гова нигоҳ кун. ай буда бачам ки гов рид. марғоти тишнак набигӣ, тапк кардан дар хӯра ки зимистонда гарм шавед. ҳамин не набояд хел бошад. бояд ихтиро мешид. байни масҷидҳо ихтиро кардани қувваи барқҳо мешид. яъне чӣ хел мо имрӯз бибинед компанияи Мерседеса бибинед дар чандин сол аз як велосипед бар ин Мерседес имрӯз чӣ шид? барои чӣ? барое ки рӯзи дароз ӯ дар сари ӯ кор карданд. дар сари эзор хиштак ҳайси зан гап назаданд. сари ихтиро гап заданд. ӯ ҳам ба рости худ чун худода ибодат мекунанд. яке агар шумо ҳам агар ҳамин кора мекарден, имрӯз мо то ин рӯз намеомадем бизанем. ё ки аз шумо пеш будагӣ маллоҳоам, аз шумо аз ӯ ҳам пеш будагӣ маллоҳоам. агар ки рӯ мезаден, воқеӣ Қуръонда агар нулл мезаден ку, мо да ин рӯз намеомадем бизанем. шумо фақат ҳама се варақш да нулл заден, тамом. دیگه حضرت شدین و بولو با بولو شدین. من میگم که من باشم با خدا قسم من این چیزو رو کاتگوریست که زپرت میمونم. دین ای خداوند میگه که من دنیا رو برای مسلمان و این گپی من نیست با مو گپی عملو. خداوند میگه که اگر مسلمان نمیبود من دنیا رو نمیآفریدم. من خاص برای خاطر مسلمان دنیا آفریدم. و تمامی همین دنیا را بدشی چه مکمل قرآن کرده در دست مسلمان دادم کتاب کرده که بگی بچه بخون پیشروی کن. فهمیدی؟ یعنی این گپی ما نیست. این گپی ما از دهنی باز همون ملاش نویدگی است. اما شما چی کردید؟ سوال میدونید هیچ. برای اما میگم که تای کوسه نیم کوسه هر چیزی که زیادی باید چید رفت بدون اینکه پشتی او چیز پنهان است. یعنی چیز میخواه که این چیزا میکنه. یگان جمعه که یگان چیزی ایشونو نبود که درباره ازور زن یا سطر زن گپ نزنن. اونو پریتم وقتی زندگی مجبور کرد کوچه‌های دوشنبه را ببینید چقدر خراب رو اومد. یعنی این چیز فایده نمیکنه. برای باید که یا فایده کنن باید حیات و شرایطی زور می آفریدن مردکو چه از خشتک زن ازور زن حیثی زن اگر یگان شرایطی زور رو می آوردن می آفریدن امروز همون زن بگفتی شما برای که او را طبیعتش مسلمانی است اگر زندگیش خوب میشید که کوچه برآمده یوبکا پوشیده خچه نمیفروخت یا که رفته در تای خیتوی خونه میکرد برای پول شیده برای که شرایط داره چه با مردم اروپا همی کارا نمیکنن همی یک کس بخچون همیوان میگردن اگر که ما هم همی خیل میبدیم همی رشد میکردیم که شما مردک ها پیشتر از ما بودگی و اگر که رشد دست بر رشد میزدین دولت آباد میشید زندگی خوب میشید همون دختر ضرور نبود در زمستان یوبکا پوشه کوچه برویه همون سطر شمی کرد نماز شمی خوند همون یک کس بخچه میافت اگر که 25 زن هم باشه روزی میشید میگرفت میگفت که یه موده یه بار بیو اقلا همین نفسی که ما دارم همین آرام شوه یه موده 10 روز یه بار بیو تمام دیگه پای زندگی چما دا پول تام در کار نیست چیز تام در کار نیست برای چی برای که میدونه دولتش آباد است ملتش آباد است آیله گرفته ایستاده است پول داره زندگیش نمیرسه در اروپا یگان من ندیدم که برای پول بروان خچونه بفروشن شاید پریجدیو هستن این کارا کنن نه که خودی همین دخترای همینجوره من ندیدم برای پول بروان خچونه بفروشن سبب چی است سبب که آیلیک دارن دستاتش ناس خچونده اگر این کاری بگیم که خو خیزم بکنه بگیم برای ارگانیزمش میکنه برای پول نه اون پرابلم اصلی در کجاست برای چی ما فویشه شدیم زیادتر شد رفت کوچه پر شد دخترها برها شد مردی کار شدن همه چیز زدن اصلی سببش مردو است مردو فقط خشتک زن حیث زن گفتن نگفتن که بیا بسازیم وطن بسازیم و این چیز هم ایده هم امام علی ده وجود نبود هر دی طرف کاروچ مردم الله خاطرون کده خونتون آباد باشه وطنوی عزیزم زنده و سلامت سربلند باشه در این مسئله گفتن زیاد است یعنی هم میامی را باید ما گپ زنیم شاید نسل های آینده دا تاثیر کنه این سخنو فکر نظرتون زیر کامنت